سلام خدمت همه بابی بازا. با قسمت جدید از بابی شو در خدمتتون هستیم. در این قسمت با یه چالکن عظیم که تو چال کردن واسه خودش غولی است میخوایم صحبت کنیم. خب بریم که معرفی کنه خودشو. خودتو معرفی کن. سلام به همه دوستان چالکن. من چال عظیمم. خیلی خوشحالم که به برنامه بابی شو دعوت شدم. قسمت قبلی بابی شو با حضور چال رنگ حال و هوای تازه‌ای گرفته بود. امیدوارم تو قسمت بعد بتونید از چالکن‌های بهتر و خبره‌تر استفاده کنید. من در خدمتتون هستم. مرسی که تعریف و تمجید از چالکن برنامه قبلی کردی. چال عظیم لطفاً به ما بگو که کار و شغلت اصلاً چیه و تو چه کارهایی که اینجوری چال میکنی؟ من روز اولی که اومدم اینجا به عنوان آبدارچی اومدم. آقا ببخشید پول آب رو ندادین، دارن برق رو قطع میکنن، به مدیریت اطلاع بده. ممنون که خبر دادی. صبر کن، ما که اصلا گاز نداریم. این چی رو میخواد قطع کنه؟ بی خیال، بریم ادامه مصاحبه. اولین بار که رفته بودم به عنوان آبدارچی رفتم، ولی چون اون موقعیت شغلی زیاد مناسب من نبود خود به خود جای من تغییر کرد. از اونجایی که من آدم خیلی دقیقی بودم توی حساب کتاب، من تحصیلدار شرکت کردم، ولی از اون روز بود که پادشاهی من شروع شد. آهان، چرا از این؟ یعنی تو الان آبدارچی نیستی؟ من الان تحصیلدار شرکتم. آهان، پس آبدارچی اونجا کیه؟ بچه‌ها دیگه چای میریزن. بعضی موقع میام بهشون میگم پاشین یه دستمال بکشین میزاتون کثیف مسیف شده، یا مثلا بهشون میگم پاشین ظرفاتون رو جمع کنین چرا گذاشتین اینجا، ببرین بشورین. من این نکته ها رو به بچه‌ها گوشزد میکنم، چون خودم خیلی کار دارم معمولا باید از این اتاق به اون اتاق برم، ولی کاری نمیکنم، فقط باید در حال حرکت باشم. هر کی کار خودش انجام بده دیگه شرکت آبدارچی نیاز نداره. آها، اینم قشنگه. بچهای پشت صحنه قشنگ دارن میگن. چال از این، ما برنامه قبل یه سوالی از چال رنگ پرسیدیم که بزرگترین چالی که کرده تو عمرش تو این همه سال چال کردن چه چالی بوده. ازت میپرسیم این چه چالی بوده برای تو؟ من یه بار بهم محول شده بود که یکی از چکای شرکت رو ببرم واسه انجام کارهای واریزی حقوق بچه‌ها، ولی روزی بود که باید سر میزدم به پسر کوچیکم. چرا؟ چون اون مسابقه فوتبال داشت. خب چه چیزی مهمتر از خانواده؟ اون روز مجبور شدم یکی از بزرگترین چاله‌های زندگیمو بکنم. یه جوری برخورد کردم که انگار اصلا اون چک دست من نیست. هر کسی که زنگ میزد انکار میکردم، میگفتم اون چک دست من نیست. اون روز تونستم با پسرام خیلی خوش بگذرونم. اون روز جالبی برای من بود. اسمشو گذاشتم روز چال خانوادگی. چال از این، تو چال نکردی، یه عده رو به چال دادی. خب از اونجایی که حساب خودم پول به خودم میرسه، حالا بچه‌ها یه ذره تأمل بکنن، مشکلی نداره. چال از این، آرزوت چیه؟ حرف یا سخن دیگه‌ای برای بیننده‌های چالکن و کسایی که الان نگاهت میکنن نداری؟ پایانی؟ سخن پایانی. به نظرم به این توجه نداشته باشین که با چه جور پست و مقامی وارد جایی میشین. به این فکر کنین که چه جوری میتونین با اون پست و مقامتون چال کنین، یا حتی پست و مقاماتون رو عوض کنین که بتونین چالهای بهتر و راحت‌تری داشته باشین. چال از این، ممنون که وقتت رو در اختیار ما قرار دادی. قربونت برم. من برم یه چای واسه خودم بریزم که خیلی خسته شدم. خب خسته نباشی چال از این. بیننده های عزیز، ممنون که تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید. تا قسمت بعدی بابی شو، خدا نگهدار.